السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده و نوشته نمی توانست. پس چطور قرآن را به مردم رسانید؟ الله متعال با طریق جبرائیل قرآن را سوره سوره، آیت آیت به رسول خدا فرستاد و رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را حفظ کرد و به مردم با طریق آواز، یعنی به مردم میخواند و آنها حفظ میکردند. مردم در مدت 23 سال قرآن را ندیدند، قرآن را فقط میشنیدند. وقتی در مورد قرآن فکر میکردن رسول خدا را در یاد می آوردن. ولی ما وقتی در مورد قرآن فکر میکنیم رسول خدا را فراموش میکنیم و در مورد قرآن فکر میکنیم کتاب را در یاد میاریم. در آن زمان قرآن نبود، یعنی کامپیوترها نبودند، ولی اکنون بسیار آسان شده است و ما با آسانی میتوانیم هر کلمه ای را که از قرآن برای ما لازم باشد پیدا کنیم. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این ناممکن بود. یک چند مثال ها را میارم. مثلا کلمه دنیا در قرآن 115 مراتب ذکر شده است. همچنان کلمه آخرت 115 مراتب ذکر شده است. کلمه ملائکه 88 مراتب ذکر شده است و کلمه شیطان 88 مراتب ذکر شده است. کلمه حیات 145 مراتب ذکر شده است و همچنان کلمه موت یعنی مرگ 145 مراتب ذکر شده است. کلمه عمل صالح 167 مراتب ذکر شده است و همچنان عمل بد 167 مراتب ذکر شده است. ایمان 17 مراتب ذکر شده است و کفر 17 مراتب ذکر شده است. ابلیس 11 مراتب ذکر شده است و از ابلیس پناه طلبیدن 11 مراتب ذکر شده است. و همچنان کلمه آنها گفتند 332 مراتب ذکر شده است و کلمه بگو 332 مراتب ذکر شده است. ماه 12 مراتب ذکر شده است. روز 365 مراتب ذکر شده است. این یک چند مثال ها بود. این یک چند مثال ها بود که در آن عصر، در آن زمان ها هیچ کسی در این مورد فکر نمیکرد و نمی شمارید، برای اینکه بسیار هم مشکل بود. ولی در زمان ما بعد از 14 عصر، بعد از گذشتن 14 عصر برای ما بسیار آسان شده است و بینید که قرآن بعد از گذشتن 14 عصر هیچ تغییری نیافته است. این بزرگی و عظمت قرآن را نشان می‌دهد. الله متعال در قرآن فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن را نازل کرده ایم و ما او را حفظ میکنیم.